ترفند ساخت لامپ نامحدود. وسایل مورد نیاز: یه دونه لامپ رو سوراخ میکنیم، بعد برمیداریم داخلش خالی میکنیم، بعد روغن میریزیم به مقدار که لامپ پر بشه داخلش. بعد سیم مسی رو برمیداریم دور لامپ میپیچیم تا جایی که یه جا واسه لامپ درست بشه بتونه اونو نگه داره. بعد به اینکه اون حالت ها رو که داخل ویدیو هست رو همکاری کردیم که وایستاد لامپ، برمیداریم یک فتیله میندازیم داخل شیشه لامپ، بعد روشن کنیم. یه دونه نور نامحدود داریم. واسه روزای بی‌برقی بهترین مورد است. صاحب یادت نره حتما ویدیو رو هم لایک کن. ترفند ساخت لامپ نامحدود. وسایل مورد نیاز: یه دونه لامپ رو سوراخ میکنیم، بعد برمیداریم داخلش خالی میکنیم، بعد روغن میریزیم به مقدار که لامپ پر بشه داخلش. بعد سیم مسی رو برمیداریم دور لامپ میپیچیم تا جایی که یه جا واسه لامپ درست بشه بتونه اونو نگه داره. بعد به اینکه اون حالت ها رو که داخل ویدیو هست رو همکاری کردیم که وایستاد لامپ، برمیداریم یک فتیله میندازیم داخل شیشه لامپ، بعد روشن کنیم. یه دونه نور نامحدود داریم. واسه روزای بی‌برقی بهترین مورد است. صاحب یادت نره حتما ویدیو رو هم لایک